سلام بینندگان عزیز. امروز جمعه 6 مارس ساعت به وقت شهر پراگ 10. من میرزا نبی خالقزاده هستم. با حالا فرصت اعلان سرخط موضوعهای برنامه خبری امروز فرا رسید. تفصیلات این و گزارش‌های دیگر را در برنامه اخبار آزادی ساعت رسا 1 در پخش مستقیم و هم ثبت آن را در صفحه آزاد ویدیو می توانید تماشا کنید. تغییرات کادری بعد از انتخابات پارلمانی در تاجیکستان. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز جمعه 6 مارس با فرمان محمدعلی وطنزاده کاتب شورای امنیت تاجیکستان را به سبب با کار دیگر گذشتن از این مقام آزاد کرد. به جای اون نصرالله محمودزاده دبیر شورای امنیت تعیین شد. همچنان شاهین سیدزاده پسر وزیر سابق معارف نورالدین سعید رئیس آژانسی تازه تأسیس نظارت در ساحه معارف به علم تعیین شده است. امروز باز کیها منصب گرفتند و کیها از کرسی محروم شدند. در برنامه اخبار خواهیم گفت. تفصیلات تغییرات کادری را همچنان در سامانه www.azadi.org می توانید بخوانید. ولوله آرد تمام شد. با خلطه های آرد چیکار باید کنیم؟ ساکنانی که در 2 روز گذشته آسیم سر با هر قیمت 10 خلطه آرد خریدند اکنون نمیدانند آن را چگونه نگه دارند. این در حالی است که سر از نیمه روز 4 مارس در پی آوازها در رابطه به احتمال پهنشوی کرونا ویروس در تاجیکستان ساکنان در منطقه‌های گوناگون کشور و بازارها ریختند و به مقدار زیاد آرد و روان خریدند. در پی این نرخ محصولات در بازارها بالا رفت. اما امروز در نزد فروشگاه‌ها نوبت‌پایی و ازدحام خریداران به نظر نمی‌رسد و فروشندگان در نزد تل‌های خلطه‌های آرد انتظار خریدارانند. وضع امروزی بازارها پس از هنگامه 2 روزه چگونه است؟ در گزارش در برنامه اخبار پیشکش شما خواهیم کرد. در ولایت ختلان جوانانی که به خاطر ازدواج کردن از روسیه بازگشتن شکایت دارند که هر جای خواستگاری روند والدان عروس قلین و یا مهر هنگفتی طلب دارند که آنها امکان پرداختن آن را ندارند. مهر هنگفت جوانان را دلسرد کرده است و آنها نیت دارند دوباره به روسیه برگردند و آنجا ازدواج کنند. پول مهری که والدان در تاجیکستان طلب میکنند چند ساعت و تا کجا این طلب از نگاه قانون درست است در برنامه اخبار بررسی خواهیم کرد. عربستان سعودی روز جمعه 6 مارس 2 مسجد مقدس برای مسلمانان را بعد از پاکاری‌های سانیتری بر مقابل کرونا ویروس باز نمودند. امروز درهای مسجد حرام مکه و مسجد نبوی شهر مدینه باز شدند. این در حالی است که روزی پیش عربستان سعودی به شهروندانش ادای مراسم حج عمره را منع کرد. 27 فوریه مقامات سعودی ورود زائران خارجی برای ادای این مراسم را با اشاره به خفی سرایت کرونا ویروس منع کرده بود. اما هنوز معلوم نیست که با باز شدن در این مسجدها زائران را به مسجد راه می‌دهند یا نه. روسیه مبلغ نفقه پرداختش به افسر بازنشسته تاجیک را بازپس می‌خواند. مقامات شهر مسکو از کرامت شریپوف حامی حقوق مهاجران که پس از خدمت در ارتش روسیه بازنشسته شده نفقه می‌گرفت خواستند پول نفقه 2 ساله آخرش را بازپس بدهد. شریپوف 2 سال قبل از شهروندی روسیه محروم و از آنجا اخراج کرده شده بود. همکنون با گذشت 2 سال مقامات طلب دارند نفقه را بازپس دهد. خود کرامت شریپوف در این باره چی نظر دارد در برنامه اخبار ساعت رسا 1 تماشا کنید. و در پایان برنامه امروز گزارش دیدنی و خیلی هم جالب دیگر داریم. آلن رابر که با تخلص آدم تارتنک معروف است به بالای مناره 34 آشیانه برآمد. رابر با این اقدام خود ضد خف بیش از حد آدمان از گسترش کرونا ویروس پیام داده است. گزارش ویدیویی از اقدام ناترسانه آلن را در برنامه اخبار نمایش خواهیم داد. بینندگان ارجمند، ما هر لحظه خبر و حادثه های تاجیکستان و جهان را پیگیری میکنیم. در برنامه اخبار شما را با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان آشنا میسازیم. تا کمتر از 3 ساعت دیگر ما را در پخش زنده در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب و صفحه رادیو آزادی در فیسبوک و ادنا کلاسیک همراهی کنید. خدا نگهدار شما.